ایمان داریم به اینکه این امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین و بخیرترین این امت است. بسم الله. سپس مؤلف رحمه الله تعالی شروع نمود در بیان امت محمد صلی الله علیه و سلم که این امت بخیرترین امت هستند. الله سبحانه و تعالی آنها را اکرام نمود و فرمود و نؤمن بأن هذه امته، و ایمان داریم و ایمان می آوریم به اینکه این امت خیر امم و اکرمها الله تعالی، بهترین امت است که الله این امت را اکرام نموده با دلیل قول الله سبحانه و تعالی که می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم بهترین و با خیرترین امت هستید که از میان مردم به وجود آمده، که امر بر معروف می کنند و نهی از منکر می نمایند و همچنین با الله سبحانه و تعالی ایمان دارند که عمل شما ایمان شما را قوی می گرداند. مؤلف رحمه الله تعالی شروع نمود بر این که امت محمد صلی الله علیه و سلم با خیرترین امت هستند از این آیه که تلاوت کرده شد، بلکه این امت با خیرترین امتان هستند و با خیرترین تمام امتان هستند، حتی از بنی اسرائیل دیده، در حالی که این امت محمد صلی الله علیه و سلم از پشت بنی اسرائیل آمده و علاوه بر اینم با خیرترین امت قرار گرفت. و قول الله سبحانه و تعالی که فرمود و انی فضلتکم علی العالمین، و من شما را بر عالمیان فضل دادم، در بیان بنی اسرائیل مراد علی العالمین کسانی که پیش از آنها بودند را بیان می نماید، در زمان یا در زمان آنها بودند را بیان می نماید، اما در بیان فضل و مرتبه بعد آنها این امت محمد صلی الله علیه و سلم بر بنی اسرائیل و بر تمام امتان گذشته و سابقه می باشد. پس این آیه کریمه بیانگر آن است که این امت محمد صلی الله علیه و سلم ما و شما، یعنی با خیرترین این امت به شمار می رویم. ولیکن این خیریت را، این بهترین بودن را الله سبحانه و تعالی با صفتهای وصف نمود که فرمود تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. امر بر معروف میکنند، بر نیکویی رحمت دعوت می نمایند یکدیگر را، پند و نصیحت می دهند، و تنهون عن المنکر، از منکرات و پلیدی ها یکدیگر را منع می سازند و به الله سبحانه و تعالی ایمان دارند. اما بنی اسرائیل باشد یکدیگر را از منکرات منع نمی کردند و یکدیگر را بر امر معروف هم نمی کردند. و همچنین این امت محمد صلی الله علیه و سلم برتری این امت بر امتان پیشین بگیم که سببهای خیلی زیاد هم دارد، که یکی از عظیمترین این سببها امر بر معروف کردن و نهی از منکر کردن و ایمان بر الله آوردن است. پس اگر سوال شود که در این آیه کریمه چرا ایمان آوردن بر الله را در آخر آیت گذاشت؟ چون که همگی امتون سابقه و امت محمد صلی الله علیه و بر الله سبحانه و تعالی ایمان دارند، اما آن چیزی که عظیم شمارید این امت را به خیرترین قرار داد و بزرگوار شمارید، این امر بر معروف کردن و نهی از منکر کردن می باشد. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی فرمود و نؤمن بأن خیر هذه امه صحابه ثم تابعون ثم تابعهم. و ایمان می آوریم به اینکه به خیرترین این امت صحابه کرام رضی الله عنه هستند، سپس تابعین و سپس تبع تابعین می باشند. پس به خیرترین این امت مطلقاً جنس آنها صحابه رضی الله عنهم می باشند، اما از جد افراد بگیریم چگونه که ما در درس‌های گذشته بیان کرده بودیم و کسانی که با همراهی پیامبر صحبت کرده بودند، نشسته بودند، پس کسی بر آنها برابر شده نمیتواند، چون هر کسی که بعد آنها آمدند صحابه بوده و شده نمیتوانند. ولیکن در اون چیزهای دیگری هست، چگونه که ما
بیان کرده بودیم که واجب گردانیدن فضیلت آنها خیلی زیاد است که از تابعین این عملهای نیکو را انجام داده اند. چگونه که در حدیث آمده است که کسانی که متأخر سپس می آیند اجر آنها و پاداش آنها در وقت دشواری صبر کردن بر توحید و سنت این اجر پاداش 50 صحابه را در نظر دارد. چون از بعضی از تابعین پیدا گشت و پیدا بود که ایمان بودند در دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، ایمان بودند در امر بر معروف کردن و نهی از منکر کردن، ایمان بودند در تمام چیز متعلق بر دین است که در بعضی از صحابه این دیده نمیشد. ولیکن صحبت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی این فضل و مرتبه و درجات را به دست آورده نمیتواند، کسانی که بعد او صلی الله علیه و سلم بعد صحابه آمده اند. پس به اعتبار عموم افضلترین خلق بعد پیامبران این صحابگان کرام رضی الله عنهم هستند، اما به اعتبار خصوص هر فرد درجات و مکانت خود را و فضلت خود را دارد. سپس بعد صحابه تابعین هستند. تابعین رضی الله عنهم همچنین از جهت جنس این امت تابعین افضلترین و با اکرامترین هستند نسبت بر آن کسانی که بعد آنها آمدند. گاهی بعضی از تابعین هستند که در فضل از بعضی از تابعین هم درجات آنها بالاتر است. و قول مؤلف رحمه الله تعالی صحابه سپس تابعین سپس تابعین این قرن سگانه، این 3 قرن 3 عصر از بهترین عصرها در فضل، در مرتبه، در دانش، علم دانش، در منهج بهترین قرن به حساب می روند. چگونه که حدیث عمران بن حسین رضی الله عنه است که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود خیر الناس قرنی، بهترین قرن من است، ثم الذين يلونهم، سپس آن کسانی که پس از این قرن بودند از تابعین، ثم الذين يلونهم، سپس کسانی که تابعین بودند. سپس طبقه های خیلی زیادی بعد این 3 قرن خواهد آمد. چگونه که شیخ الاسلام رحمه الله تعالی فرمودند کلما بعد عهد بالرسالة ضعفت الفضیله، هر قدری که دور شود عهد مردم با رسالت، چقدری که مردم از رساله پیامبر از زمان پیامبر دور شدن گرفتن، همون قدر فضیلت آنها ضعیف و کم شدن میگیرد. و این سخن از قول انس بن مالک رضی الله عنه گرفته می شد که هنگامی به سوی او شکایت کردند مردم آن ظلم و ستمی که از جانب حجاج ابن یوسف ثقفی دیدند، قال گفت اینی سمعت، من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم که یقول می گفت لا یأتی علی الناس زمان الا وما بعده شر منه حتی تلقوا ربکم، زمان نمی آید مگر این که بعد این زمان بدتر از زمانی پیشین دیده است، حتی که شما پروردگارتان را ملاقات نمایید. امام بخاری این حدیث را روایت کردند. پس بهترین این امت بعد انبیا و پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان، سپس تابعین و بعد از آنها تابعین می باشند. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی فرمود و بأنه لا تزال طائفة من هذه امه على حق ظاهرین، هنوز هم یک امت باقی میماند و هست که حق را همیشه در بین مردم ظاهر و آشکار و روشن می نمایند. لا یضرهم من خذلهم، آن کسانی که آنها را پس می شمارند و پس می نمایند آنها بر آنها ضرر نمی رساند، او خالف، کسانی که آنها را مخالفت می نمایند، حتی یأتی امر الله، حتی که امر الله سبحانه و تعالی بیاید. و ایمان می آورین به این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا تزال طائفة من امتی، هنوز هم یک گروه از امت من حق را ظاهر کننده هستند و چیزی بر آنها ضرر نخواهد رسانید و کسی که آنها را مخالفتی می نماید بر آنها ضرر نمی رساند حتی امر الله سبحانه و تعالی بیاید. این یک بشارت عظیم است از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم که این حدیث را امام بخاری روایت کردگی هستند. بر این امت بشارت عظیم است، کسانی که بعدی
پیامبر صلی الله علیه و سالهای دراز گذشت و عصرهای دراز آمدن، در حق هستند و حق را ظاهر میکنند همیشه. یعنی یک طایفه از امت همیشه هست که حق را ظاهر نماید، بر مردم حق را بیان میکند، بر مردم حق را واضح و روشن کرده بدون چون چرا میرساند. و این سخن در برگیرنده آن است که وی بر مردم منتصر باشد، نصرت داده شده باشد، بلکه الله سبحانه و تعالی هرگاه بخواهد وی را نصرت میدهد. ولیکن گاهی می شود که وی قدرتی در راه الله سبحانه و تعالی جهاد کردن را ندارد. پس آنچه که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرد این حق است و راست است و درست است، و این را ما در این زمانها هم مشاهده میکنیم که همیشه هست امتی که مردم را به سوی خیر دعوت می نماید و حق را بر مردم ظاهر و آشکار روشن می نماید، و رسول الله صلی الله علیه و صادق و مصدوق است. و این طایفه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث ذکر نمود، این طایفه اهل سنت و جماعت هستند، چون شیخ الاسلام رحمه الله تعالی بیان کرده در عقیده واسطیه، فرمودند که اما بعد این اعتقاد فرقه ناجیه نصرت داشته منصوره تا روز قیامت اهل سنت و جماعت می باشند. اما مراد قول این که هر کس که این طایفه کسانی هستند که جهاد نمایند، این لازم گیرنده آن نیست، چون جهاد وابسته بر بازاری که در آنجا قدرت و قوت باشد است. در حالت عاجزی این از انسان ساقط میگردد، چون که الله سبحانه و تعالی فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، از پروردگارتان بترسید قدری تواناییتان، سوره تغابن. و قول الله سبحانه و تعالی حتی جاء امر الله، حتی که امر الله سبحانه و تعالی بیاید، مراد بر امر الله سبحانه و تعالی که بر همه مؤمنان قضاوت کرده شود در آخر زمان، که یک شمال بگیم که نیکوی میاد و قبض مینای روح ارواح بندگان مؤمن را در هر جایی که قرار داشته باشند، که از انسانای نیکو دیگر کسی نمیماند مجز انسانای بد، انسانای شر، و ساعت در آن روز قیامت قائم خواهد شد. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.